سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار حافظ عمر سرپرست سفارت افغانستان در عمان با معاون سیاسی وزارت امور خارجه آن کشور، امضای تفاهمنامه همکاری‌های مشترک میان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث و یک مؤسسه به ارزش نزدیک به $214,000 و توزیع کمک‌های نقدی خوراکی و غیر خوراکی برای 2954 خانواده بیجا شده و برگشت کننده در 11 ولایت کشور. امروز پنجشنبه 4 ماه جدی سال 1404 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها: سرپرست سفارت افغانستان در عمان حافظ عمر با شیخ خلیفه بن عبدالله بن عباس الحارثی معاون سیاسی وزارت امور خارجه آن کشور دیدار کرد. در این دیدار علاوه بر بررسی وضعیت افغانستان در مورد گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو شد. همچنین در این دیدار آقای حارثی اطمینان داد که به افغان‌های مقیم آن کشور خدمات قنسولی بهتر و تسهیلات لازم فراهم خواهد شد. تفاهمنامه همکاری‌های مشترک میان اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث و یک مؤسسه به ارزش نزدیک به $214,000 به امضا رسید. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که بر اساس تفاهمنامه این مقدار پول در 4 پروژه انکشافی در ولسوالی‌های دیله و جانیخیل ولایت پکتیکا و ولسوالی صبری در ولایت خوست در زمینه ساخت و بازسازی کانال‌های آب، سربندها، دیوارهای وقایوی از سیلاب، پلچک‌ها و سرک‌ها مصرف می شود. مولوی قدرت الله جمال معین گردشگری مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم نخستین دوره فراغت انستیتوت توریسم و هتلداری این وزارت تاکید کرد که فارغان باید در کنار انجام وظیفه تصویر واقعی از افغانستان را به گردشگران ارائه کند و همچنان از شرکت‌های گردشگری خواست تا برای فارغان زمینه اشتغال را فراهم کند تا آنان بتوانند به خوبی از افغانستان نمایندگی کنند. و در اخیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که برای 2954 خانواده بیجا شده، برگشت کننده، نیازمند و متضرر از حوادث طبیعی در 11 ولایت کشور کمک‌های نقدی، خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است. این کمک‌ها شامل پول نقد، مواد خوراکی، کمپل، خیمه و بخاری می شود که در هفته جاری به خانواده‌های مذکوره در ولایت‌های کابل، بدخشان، فرا، غور، زابل، جوزجان، ننگرهار، سلپول، بلخ، بادغیس و بغلان توزیع شده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.